قبل از تاریخ و از آن زمان که انسان اولیه روح خود را شناخت، علیه نیروهایی تلاش می‌کرد که می‌خواستند او را به زنجیر بردگی بکشند. او از ابتدا متوجه نیروهای مخالف طبیعت شده بود. چشمان شیطانی برق، صدای وحشتناک رعد، بادی که در تاریکی زوزه می‌کشید و روح آدمی را اسیر و بنده خود کرده بود. ترس باعث ایجاد خرافات و بی اثر بودن منطق شد. او برای خود خدایان زورگو آفرید و وحدت انسانی در تسلط وجود آنها قرار گرفت. خشونت به وجود آمد و روح بشر زیر پاشنه‌های فاتحان قرار گرفت. ولی در اعماق قلب انسان هنوز آتش اشتیاق برای آزادی شعله‌ور بود و هرگاه این جرقه ها در روح کسی شعله کشیده، چه کشیش چه سرباز، هنرمند یا میهن پرست، عاشق یا سیاستمدار، اعمالش باعث تغییر مسیر وقایع بشری شده و نامش در تاریخ جاودانه باقی مانده. در قریه زورا در سرزمین دان 1000 سال قبل از تولد مسیح چنین مردی زندگی می‌کرد. در وجود او همه این عوامل جمع بود: بزرگی و ضعف، ترس و قدرت، ولی در روحش رؤیای بزرگی نیز بود: آزادی برای ملتش. اسم این مرد سامسون بود. قوم فلسطین 40 سال بود که در اسارت و بندگی به سر می برد. و خداوند گفت: هرگاه به مصر بازگشتی آنچه از عجایب در دستهای تو گذاشته‌ام به کار ببند. و خداوند به موسی گفت: به جانب فرعون برو و قوم مرا از مصر خارج کن. فرعون بر مصریان حکومت میکرد، همونطور که ساران فرمانروای فلسطینی هاست. فلسطینیان به ما حکومت میکنن. سوال بده حرفشو بزنه. فرعون به موسی گفت: خداوند تو کیست؟ او را نمیشناسم. قوم تو بردگان من هستند و به آنها اجازه رفتن نخواهم داد. ولی اونا از دریای سرخ رد شدن و ما یه روز به ساران نشون میدیم که سنگا هم میتونن مثل نیزه فلسطینی ها در هوا پرواز کنن. سوال بهش بگو اون قلاب سنگ برای چیه؟ جلوی زبون تو بگیر ساول. بعضی افکار رو نباید به زبون آورد. میشه کوزم رو پر کنم با هم پرش میکنیم زبون. خداوند با موسی و با آرون سخن گفت و فرمود: وقتی فرعون به تو گفت برایم معجزه‌ای بکن، تو باید عصایی را... باید زبونتو گاز بگیری باز پیر. وقتشه که یه چیزی یاد بگیری. جلوی فلسطینی را تعظیم کن. ما ملت مغلوبی هستیم ولی فقط در مقابل خداوند تعظیم میکنیم. هر فلسطینی خداوند شماست، تعظیم کن. نگاه کنید احمقای بیشور، به ارباباتون اینطور احترام بذارین. فلسطینی های شجاع، زور بازوتون رو به پیرمردا و بچه ها نشون میدین؟ به به به، اینم یه کوزه شراب خوب که هنوز نچشیدی. اگه به میریام نزدیک بشی سامسون گردنتو مثل یه تیکه چوب خورد میکنه. سامسون معلوم نیست چرا تا حالا زور بازوشو نشون نداده. در داستان سامسون نیروی خدایی هست. یه روز تو هم اینو میفهمی. برگرد توی لعنت خورباقه پیر. بذارین لاک پشت به پیر از سامسون تعریف کنه. برو سال با سنگ بزنیش. نه سال نه، باید جوابشونو بدم. این دهکده رو به خاک و خون میکشن. سامسون ناجی همه ماست. یه رهبر؟ تو؟ میدونم تو از کجا اومدی. لشلاگیش به من گفت تو هم تو خیابونای تیمنات ولگردی میکردی، با فلسطینیا و دشمنانت شراب میخوردی و تاسبازی میکردی. من در زندگیشون دقیق میشدم.
بهتر راهی رو که خداوند جلوی پات گذاشته بری. تو بهترین آشپز زورا هستی مادر. و تو هم بدترین پسر. تو رهبر دانایتا و قاضی منتخب ملت خودت، ولی هدفت چیه؟ ازدواج با دختر یکی از دشمنانمون، یه زن فلسطینی به زودی مادر فرزند سامسون میشه. فکر میکنم باید مثل سابق تو رو یه کمی تنبیه کنم، زیادم از اون موقع نمیگذره. فرار کن وگرنه ممکنه مادر حساب تو هم برسه. درست گفتی. نگاه کن چی کار کردی. تو مثل یک گاو لجبازی. پسر تو هم. چرا نباید تو هم مثل بچه های همسایه ها باشی؟ اونا که از گله های پدرشون مراقبت میکنن، زنی از دهکده خودمون میگیرن. میوه های ممنوعه شیرین ترن، ولی هر کسی شیرین ترین میوه ها رو تو باغ خودش داره. از صبح تا شب دستای میریام در کار و فعالیته، هیچ حرف بدی هم به لباش نمیاد. تو این فرشته رو با یه گاو لجباز مقایسه میکنی؟ تو هم بد نیستی سامسون. ولی چشمات چیزی رو میبینه که نباید ببینه. زنی مثل میریام خیلی بیشتر به دردت میخوره. مادر مرد باید موقعی ازدواج کنه که دلش بهش میگه. ولی دل شاید کور باشه پسرم. سامسون چند تا سرباز فلسطینی کنار چهر. این دفعه کیه پدر؟ اون داستانگوی پیر. سربازا رفتن، هر چی بود تموم شد. ولی مشکل اون هنوز تموم نشده. به میریام بگو الان چی بهم میگه. نه هیزل، صبر کن تا بشنوی پسر خوب ما چی کار میخواد بکنه. زود باش بهش بگو. این دفعه حتما کار خیلی وحشتناکی کردی. مریم، تو در نظر من حتی از ماه بالاتری. ولی دسترسی به من مشکل نیست، فقط کافیه دستتو دراز کنی. نمیخوام ناراحتت کنم مریم. تو مثل یه پروانه آروم و چیه میخوای به من بگی؟ عاشق شدی؟ عاشق یه دختر دیگه؟ من همیشه درون مردمو به سادگی میتونم ببینم. شنیدم در تیمنات با زنی آشنا شدی. بله، و نمیتونم فراموشش کنم. در مورد منم همینطوره، نمیتونم تو رو فراموش کنم. مریم، من همیشه اینجا هستم. چی بهت گفتم؟ اون میخواد با یه فلسطینی ازدواج کنه. سامسون، تو که این داغ ننگو به پیشونی ما نمیزنی. در ازدواج ننگین نیست پدر. با یه زن فلسطینی؟ پدر، سمادار منو دوست داره. برو پیش توبال اهل تیمنات بگو من میخوام دخترشو به زنی بگیرم. این برخلاف قانونه. قانون فلسطینی؟ سامسون، سامسون، بگو ببینم تو این سفر با کی آشنا شدی؟ یه زن موطلایی مادر کوچولو که منو با قاشق چوبی کتک نمیزنه. سامسون تو کوری. تو از میریان دوری میکنی و از هر چیزی که تو زندگی برات شایسته است، فقط به خاطر اینکه با زنی در تیمنات آشنا شدی، زنی غرق در ابریشم و جواهر.